تلفنش در گوشش بر پدری که لعنت این تلفن‌ها رو برآورد. خداوند الهی فقیر کند و سخت‌ترین حالت جزاش دهد. تمام زن تاجیک، دختر تاجیک خواهی جوان است و خواهیاشون شوهردار در گوشش تلفن با همون فاحشی بدبختی صحبت دارن. از خانه‌اش برآمد تلفن میگه او خیلی لعنتیش میگه سوارش میکنه. اشتراف داری کامونیستان یک عیب و شرم بود، احتیاط کرده میاد یک جای بجایی با ما میخوردن. امروز دیگر نه شرم است و نه احتیاج است. گفتن استانبول سیل زیر کرده، 2 متر 3 متر سیل خانه ها رو شسته. شب مولا عبدالرحیم قلندر است، مهمان ما بود. او باید از این بدتر شود، زیرا وقتی که من در استانبول بودم میگه یک خانه یک شخص مهمان شدم و برای خاطری استراحت کردن میگه بیرون برآمدم به بحر، در لب بحر رفتم میگه در بین مردم